شیخ بهایی میگه که اگر ما تمامی شبها رو با عبادت پروردگار بگذرونیم، تمامی روزهای خدا رو روزه باشیم، هر سال سفر حج کعبة الله بریم، همه شب نماز خواندن، همه روز رفتن، همه سال از پی حج سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا به رهن رفتن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا به رهن رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن، ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن. به خدا قسم، سبحان الله، میگه همه این اعمال رو انجام بدی، به حج کعبة الله بری، از مدینه تا به مکه پای لخت هم بری، شبهای جمعه رو به عبادت پروردگار بگذرونی، مساجد و معابد در کلیسا و مسجد و صومعه به اعتکاف بنشینی. به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن. به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. بله، بهترین اعمال نزد الله اینه که ما ناامیدها رو بر سر سفره امید خودمون بنشونیم، شادیهای خودمون رو با عزیزان خودمون تقسیم بکنیم.